سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که بتونید جیمیل یا ایمیل بسازید. اگه دنبال این آموزشید بچه‌ها حتما ویدیو رو تا آخر کامل با دقت نگاه کنید و قبل از هر چیزم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو دنبال کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید و اگرم قبلا دنبال کردید الان اون زنگوله رو فعال کنید. خیلی ممنونم ازتون و بریم سراغ اصل مطلب. بچه‌ها برای این کار وارد تنظیمات گوشیتون بشید و بعد بیاید پایین قسمت اکانت ها، وارد قسمت اکانت ها بشید. حالا اینجا اکانت های مختلفتون رو نشون میده. توی برنامه مختلف شما روی اد اکانت کلیک کنید و بعد اینجا گوگل رو بزنید. اینجا دقیقاً گوگل رو بزنید. خب بچه اگر که براتون پیدا کردنش سخت بود فقط کافیه توی تنظیماتتون بیاد قسمت سرچ ها. خب اینجا سرچ کنید اکانت یا گوگل، اینا سرچ کنید خودش میاد. حالا اگه زبان گوشیتون انگلیسی سرچ کنید و اگه فارسی سرچ کنید و بله اینجا روی گوگل کلیک میکنید و صبر میکنید این قسمت و اگه رمزی چیزی دارید رمز گوشیتون رو وارد میکنید و اینجا یه همچین قسمتی میاد. اگه قبلا ایمیل یا جیمیلی ساختید اینجا وارد میکنید، ولی اگه قبلا نساختید و تازه میخواید جیمیلی بسازید روی create account کلیک میکنید، یعنی ایجاد اکانت، ساخت اکانت. این قسمت این آبی پایین نوشته شده براتون، کلیک میکنید و بعد بچه فقط یه چیزی، اگر که این قسمت ها رو پیدا نکردید خواستید سرچ کنید توی تنظیماتتون، اگه زبان گوشیتون فارسی هم بود گوگل رو باز به انگلیسی بنویسید. نگاه کنید اینجا نوشته شده به این شکل بنویسید، دقیقاً اینجوری. بعد اینجا روی ایجاد حساب کلیک میکنید، برای استفاده شخصی من بعد میزنید اینجا نام و نام خانوادگیتون رو وارد میکنید و بعد قسمت بعدی رو میزنید تا وارد مرحله بعد بشیم. اینجا تاریخ تولد و جنسیتتون رو باید وارد کنید. خب اینجا جنسیتتون رو وارد میکنید و بعد نکته اصلی همینجاست، اینجا باید سال ماه روز رو وارد کنید ولی به میلادی و باید یک جوری وارد کنید که سنتون از 18 سال بیشتر باشه دیگه. خب از 18 سال باید بیشتر باشید. اینجا سالی که وارد میکنید حواستون باشه، یعنی باید بنویسید مثلا 2001 به دنیا اومدید یا 1900 مثلا 98. اینجوری مثلا میگم من میذارم تاریخ تولدم 1986، ماه رو هم مثلا میذارم فوریه، روز رو مثلا 12، جنسیتم مرد مذکر. اینجوری وارد میکنید. این سال خیلی مهمه، حواستون بهش باشه. مشکلی که بچه‌ها دارن همین قسمته، نمیتونن اینجا رو درست وارد کنن. حالا قسمت بعدی رو میزنید تا بریم توی مرحله بعد. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، یک ایمیل پیشنهادی براتون میده، اینو لطفاً وارد نکنید، خواهش میکنم تیک اینا رو نزنید. روی قسمت ایجاد نشانی جیمیل خودتان کلیک کنید، یعنی تیکش رو بزنید و بعد اینجا خودتون یه جیمیل انتخاب کنید، یک چیزی بنویسید. حالا مثلا ترکیبی از اسمتون، فامیلیتون، عدد و ارقام، هر چیزی که داشتید اینجا بنویسید. هر چیزی که تونستید بنویسید. باید جوری باشه که افراد دیگه نگذاشته باشن، یعنی مثلا یه چیز ساده مثل علی، رضا اینجوری نذارید. باید مثلا پشتش یه عدد باشه یا فامیلیتون باشه. باید از یک سری حروف استفاده کنید که دیگران استفاده نکرده باشن، جدید باشه که مختص به خودتون باشه دیگه. به این حواستون بچه‌ها باشه. این قسمت رو یک چیز خوب بنویسید و حتما همین الان یک برگه بیارید و این چیزی که اینجا دارید می‌نویسید جیمیلتون رو اونجا وارد کنید، توی اون کاغذ بنویسید، وارد کنید توی کاغذه تا بعدن گمش نکنید. بعدن که مثلا اگه یه جا لازم داشتید راحت بتونید وارد کنید. توی مرحله بعدی از شما رمزی میخواد، گذرواژه نوشته، باید گذرواژه قوی انتخاب کنید. یعنی چی؟ یعنی عدد باشه، مثلا حروف انگلیسی باشه، حالا حروف بزرگ و کوچک انگلیسی. و بعد نگاه کنید الان این توی کیبورد من، سعی کنید از این اشکال هم استفاده کنید، مثلا هشتگ، ادساین، از اینها هم استفاده کنید تا یک رمز قوی ساخته بشه. و بعد گفتم رمز رو هم همین الان توی یک برگه بنویسید و بذارید یه جایی که بعدن اگه نیاز داشتید راحت بیاید استفاده کنید، بعدن توی دردسر نیفتید. حالا یه رمز اینجا انتخاب میکنید و این قسمت دیگه تموم میشه. و حالا اسمتون و جیمیلتون اینجا این پایین براتون نوشته که اگه اشکالی داشت مثلا برگردید درست کنید. اگر که همه چیز اوکی بود بعدی رو بزنید تا وارد مرحله بعد بشین دیگه. اینجا هم یه سری شرایط و این چیزاست باید شما دیگه تایید کنید که مثلا اینه و صفحه رو بکشید پایین و اینجا هم دوباره بعدی رو بزنید. و بله دوستان عزیز، ما الان یک جیمیل ساختیم به همین راحتی و امیدوارم که این ویدیو واقعا براتون مفید باشه. یادتون نره که بچه‌ها لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو دنبال کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید و اگرم سوالی داشتید، هر
چیزی بود توی کامنت ها بنویسید، حتما بهتون کمک میکنم. و خیلی ممنونم ازتون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار همگی شما.